بدترین بازیکن تاریخ پریمیر لیگ. باورت میشه یه نفر بدون اینکه فوتبالیست باشه وارد لیگ برتر انگلیس شد؟ سال 1996 مربی ساوثهمپتون یه تماس عجیب دریافت کرد. سلام، من جورج وئا هستم. پسر خالم علی دیاب بازیکن تیم ملی سنگاله، حتما تستش کن. مربی باور کرد. علی دیاب فرداش اومد سر تمرین و حتی یه قرارداد 1 ماهه امضا کرد. اون رفت تو لیست بازی شروع شد. علی به عنوان تعویضی وارد زمین شد. افتضاح بود. انگار اولین بارش بود فوتبال بازی میکرد. بعد از 20 دقیقه اون با تحقیر دوباره تعویض شد و دیگه هیچ وقت دیده نشد. هیچ کدوم از اون حرفا درست نبود. نه تماس از جورج وئا وجود داشت و نه علی تیم ملی رفته بود. فقط یه دروغ بزرگ بود. یه دروغ خیلی بزرگ که مربی هم خامش شد. علی دیا تنها کسیه که با یه دروغ وارد معتبرترین لیگ فوتبال دنیا شد.